سلام، امروز میخوایم با یکی از جدیدترین پروژه های هوش مصنوعی گوگل به اسم گوگل ایلومینیت آشنا بشیم. ابزاری که هدفش ساده سازی یادگیری از طریق صدا و تصویر با استفاده از هوش مصنوعی. گوگل این پروژه رو برای تبدیل کردن مقالات علمی و پیچیده به فایل‌های صوتی و یا رادیویی و یا یه جورایی بگیم پادکست تولیدش کرده و ساختتش. ایلومینیت یه قابلیت داره به اسم اسپارکس که به کاربراش این امکانو میده تا تنها با دریافت یک موضوع یا سوال یه ویدیو کوتاه آموزشی بین 1 تا 3 دقیقه تولید کنن. این ویدیوها عمودی‌اند، صدا دارن، انیمیشن دارن و یه روایت کامل رو به کاربر ارائه میدن. یعنی یه جورایی شبیه کلیپ‌های تیک تاک یا ویدیوهای شورت یوتیوب و جالب‌ترین نکته هم اینه که این ویدیوها فرایند ساختش 0 تا 100ش با خود هوش مصنوعیه و دیگه انسان هیچ دخالتی تو ساخت این موضوع نداره. اما کجاها میتونیم از این قابلیت هوش مصنوعی که گوگل ساخته استفاده کنیم؟ اولیش مدارس و آموزشگاهان، یعنی یه جورایی برای معلم‌ها کار رو راحت‌تر کرده و یه فرصت طلاییه. مثلا شما فرض کنید که یه معلم میخواد یه درس رو توضیح بده، مثلا مثل درس تاریخ، به جای اینکه بیاد متنای طولانی مثلا توضیح بده و کتاب و ورق بزنه، یه ویدیو 3 دقیقه‌ای درباره همون صفحه یا درباره همون درس میده هوش مصنوعی برای دانش آموزاش میسازه و این موضوع هم خیلی قابل فهم تره برای بچه‌ها و حتی این قابلیت رو میشه تو دانشگاه و محیط‌های پژوهشی هم استفاده کرد. اصلا اول ویدیو رو اگه یادتون باشه گوگل این پروژه رو با این هدف استارت زده بود که بیاد مقالات علمی رو به پادکست‌های صوتی تصویری تبدیل کنه. ایلومینیت یه قابلیت دیگه هم به کاربراش میده. کاربران میتونن با قابلیت اسپارکس اگه تو کار تولید محتوا هستن ازش کمک بگیرن. برای مثال اگه مثلا میخوان یه متنی رو بنویسن یا یه ویدیو جذابی رو مثلا به صورت اینفوگرافیک درست کنن یا اصلا صدا رو اگر مشکل دارن میخوان صدا رو بهبود بدن و یا حتی اگه میخوان انیمیشن تولید کنن میتونن 0 تا 100 این قضیه رو به ایلومینیت بسپارن. گوگل هنوز اطلاعات دقیقی درباره این که ایلومینیت از چه مدل هوش مصنوعی استفاده میکنه ارائه نکرده، اما میگن که این قابلیت خیلی نزدیک به حالت جمینای اولترا. اما این موضوع رو باید توجه کنید که ایلومینیت و ویژگی اسپارکس هنوز تو مرحله پیشنمایش و توسعه داخلیه و بعضی از کاربرا هنوز دارن نسخه آزمایشیش رو تست میکنن تا گوگل تو کنفرانس بعدی خودش رسما ازش رونمایی کنه و در اختیار عموم قرار بده. ممنون که با ما همراه بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.